و من بار شنیده بودم که وقتی خوردن گوشت گوسفند به کس واجب نمیشد که طهارت را عوض کند، اما وقتی که گوشت اشتر را میخورند گفتند باید که طهارتش را نکنند. همین را اگر واضح تر میکردید تا بله، همین راست است. در سنن ترمذی آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم را پرسیدند که یا رسول الله وقتی گوشت گوسفند میخوریم طهارت کنیم؟ گفتند نه. گوشت شتر چی؟ گفتند طهارت کنیم. گوشت شتر طهارت را میشکند و گوشت گوسفند طهارت را نمیشکند. یعنی کسی که طهارت دارد و گوسفند تناول میکند طهارتش نمیشکند، اما شتر میشکند. قول صحیح میشکند و بهترین قول در حق برای چی گوشت شتر طهارت را میشکند این غیر معقول المعنا. امرهای شریعت یعنی چی؟ امرهای شریعت به دو تقسیم می شود: معقول المعنى، غیر معقول المعنى. معقول است، معناش معقول است، یعنی عقل میگیرد. مثلا الله تعالی شما نماز خونید، نماز از فاحشه‌گری، از منکر، از کارهای بد نگاه می‌دارد. نماز واقعا نماز اگر درست باشد انسان از فاحشه، از عملهای بد نگاه می‌دارد. اگر کدام آدم نماز خون باشد و کاری فاحشه کنه، کاری گناه کنه، این خلل در نمازش است، نه در امر الله تعالی. یعنی گپی الله تعالی راست است، فقط عیب در نمازش کابد، نمازش مکمل نیست. نماز از کارهای بد نگاه می‌دارد، معقول است معناش. یا قمار بین مردم بدبینی پیدا میکند، عداوت، دشمنی پیدا میکند. برای همین هم شریعت حرام کرد، معناش معقول است. یا گوشت خوک حرام است برای اینکه ضرر دارد برای بدن انسان، برای روح انسان، برای آبروی انسان، ضررهای مادی و معنوی دارد. اما گوشت اشتر چی در اینجا؟ گوشت اشتر چی ربط دارد؟ مقصد این که گوشت شتر وقتی که انسان میخورد برای چی طهارتش میشکند نمیشکند؟ غیر معقول المعنا، معناش غیر معقول است. یعنی تا اینکه مسلمان تسلیم شود. بله. یعنی همه شاید 90% زیاده از امرهای شریعت معقول المعنا است، معناش فهمیده میشه. برای چی الله امر کرد، برای چی الله نهی کرد، معناش مردم میفهمه. لیکن هست امرهایی که غیر معقول المعنا، مردم نمیفهمه. برای مسلمانی انسان از همینجا یعنی که باید اثبات شد. مسلمان شخصی که به سخنهای الله و رسول تسلیم میشه. پیامبر اسلام گفتن که گوشت اشتر طهارت را میشکند، تمام میشکند. همین خیلی